شب 11 مارت در مرز جماعت چورکوی اسفرات با نویه بودکند قرقیزستان دیگر باره تیرپارونی شده است. به گفته ساکنان از ساعت 1:20 مرزبانان قرقیز به دو محله چورکو، محله های به نام عباد فیض‌الله و بوستان تیرخوری کردند. این تیرپارونی به گفته ساکنان تقریبا 1.5 ساعت دوام کرده است. ولی رئیس جماعت چورکو شکرانخان ناصرف صبح 11 مارت به پلیس گفت بنا به معلومات پیشکی در نتیجه تیرباران مرزبانان قرقیزستان یگان نفر از مردم آسایشته زیان ندیده است. مقامات مرزبانی تاجیکستان هنوز تیرپارانی اخیر در مرز تاجیکستان با قرقیزستان را شرح ندادند، ولی خدمات مرزبانی قرقیزستان گفت تیرپارانی در قطعه های روی بودکن اسفنه در موضع اکی توش از ساعت 2:50 تا 3:10 ادامه یافت و وقتی روی داده است که گویا مرزبانهای تاجیک به طرف ماشین‌های راهگذر سنگ پرتافتند و مرزبانهای قرقیز مجبور شدند که به هوا تیر خالی کنند. در پاسخ مرزبانهای تاجیک به سوی یک منوره دیدبانی مرزبانهای قرقیز تیر خالی کردند، ولی کسی آسیب ندیده است. ولی رئیس جماعت چورکو شکرخان نصریف بعضی پلیس گفت قرقیزها به جانب ما تیر خالی کردند. حالا تفتیشات آغاز شده است و بعد معلوم می شود که کجا از تیر خالی کنی زیان دیده است. ساکنان هیچ کجا نرفتند، شب در خانه بودند و از خانه بیرون نبرآمدند. به سوی مردم تیر خالی نشده است و یگان نفر از مردم آسایشته نیز جراحت نبرداشته است، گفت رئیس جماعت چورکو. تیرپارانی شبانه در حال است که در نیمه اول روز 2 مارت در مرز موضع وحدت جماعت چورکو با نویه بودکن در نتیجه تیرپارانی بین مرزبانهای قرقیز و تاجیک، مرزبان تاجیک سنت الله سمادوف کشته شده، دو مرزبان دیگر تاجیک و همچنین چند نفر از ساکنان جراحت برداشتند. مقامات مرزبانی تاجیکستان تا حال این حادثه را هم شرح ندادند. با گذشت 30 سال از سقوط اتحاد شوروی از 970 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان تا کنون تنها کم بیشتر از 500 کیلومترش تعیین و علامت گذاری شده است. در قطعه های باسی که اساساً در مرز تاجیکستان و قرقیزستان جایگیر شدند، هر سر چند وقت بر سر آب و زمین چراگاه و راه مناقشه و رخ میدهند. خونین ترین مناقشه در این قسمت مرز در پایان ماه اپریل سال 2021 روی داد که در نتیجه آن از دو طرف 55 نفر کشته و 240 نفر زخمی شدند.